و پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان در ختم همه ملاقات با خلیها یک عباره بسیار خوشنما، عباره افتخارآمیز سه بار تکرار میکنم، میگن تاجیکستان به پیش. و اصلا و اولا به اهل قلم وابستگی دارد، تاکید است، هشدار است و در پشت این عباره زیبای افتخاری هویت ملی، افتخار ملی، احساس بلند وطنداری نیست. یعنی این عباره رو باید ما سهل ساده ما بیاریم، زیرا جنبست همه اعتلافات ملی ما، غرور ملی ما محض همین عباره تاکیدآمیز و هشدار کننده پیشوای معظم ملت میباشد. و سخن به برادران ملت وابسته به روز مطبوعات با چند مصرع شما را تبریک میگویم و میپردازیم به سپاسنامه ها. آن است به زندگانی مسئول قلم، مقبول خداست رنج مسئول قلم. یک لحظه اگر کسی که غافل ماند بر چشم دلش نور زند نور قلم. باید سخن عاطفه منظور کنیم، نزدیک به خلق و نظر دور کنیم. هر کس به وطن نگاه کف اندوزد، با نور قلم چشم او را کور کنیم. و این تحقیق است، یعنی سرجمی و همبستگی ما، همدلی و همزبانی ما است و همیشه باید در پرتو افتخارات ملی، در پرتو سیاستی و در آفر و سازنده و زندگی سازی پیشوای معظم ملت باید کار و فعالیت خود را براه مانیم. ما چهره پرزیای ملت داریم، بر گوش جهان صدای ملت داریم. در راه مراد پیشوایی نخوریم تا پرچم پیشوای ملت داریم. مبارک باشد. تشکر خاطررسان میکنیم که با دستور وزیر محترم فرهنگ جمهوری تاجیکستان با یک قطار صادران مبلغ پولی تقدیم گردید. همچنین اتفاق ژورنالیستان سالها ترک وسیله‌های بانکی به دست ایشان رسیده است و در ختم از زندگی به ملال باید باشیم، در عشق وطن حلال باید باشیم، در تن چو ستون حرام مغز است بس است، دیگر زیپای حلال باید باشیم. تشکر زیاد برای سخنرانی استادان عزیز، همپیشگان گرامی، مهمانان ارجمند و نوقلمان و ژورنالیستان جوان، جشن مطبوعات را پیش از همه با آن خاطر تجلیل می نماییم که با تعبیر اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان روز مطبوعات تاجیک، جشن مطبوعات تاجیک فقط عید یا جشن اهل مطبوعات نیست. جشن مطبوعات تاجیک این جشن تمام مردم تاجیکستان است. پیش از همه سر تعظیم فرود می‌آوریم و سابقه‌داران عزیز ما که اینجا در خطارهای اول نشستند و موی سر خود را در راه رشد ژورنالیستیک تاجیک سفید کردند. ما یک جهان سپاس می‌گوییم به شما استادان گرامی که در این 114 سال بعد از فعالیت آغاز نمودن اولین نشریه تاجیکی با نام بخارای شریف شما توانستید که صدها نفر جوانان را به پیراهه ایجادی راهنمایی کنید. عید شما پیش از همه مبارک باشد سابقه‌داران عزیز. با یک جهان سپاس و راهبران نشریه ها، سرمحرران، مؤسسانی که در اینجا اشتراک دارند و امروز عنعنه های بزرگی مطبوعات تاجیک را در زمان استقلال دولتی با شکل و شیوه نو به پیش میبرند. امروز در آنها پیشگامی